ببینید اصلا حوصله سلام دادن ندارم. 300 باره دارم ضبط میکنم، هر دفعه داره خراب میشه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو، اولین ویدیو از چنل ایست اسپارتان. سریع میرم سر اصل مطلب. ماینکرافت جاوا آشغاله. آشغال آقا، باید قبول کنی که آشغاله و من امروز به شما ثابت میکنم که ماینکرافت جاوا آشغاله. اولین دلیل اینه که جاوا با زبان برنامه‌نویسی جاوا تا بعداً ساخته شده. توقع سی پلاس پلاس و پایتون که نداری. خب این باعث میشه که دامنه پلتفرم هایی که جاوا روش اجرا میشن بسیار محدودتر باشه. یعنی به طور کلی بخوام بهتون بگم به 3 تا پلتفرم مک و ویندوز و لینوکس وابسته است. و اینکه با زبان برنامه‌نویسی جاوا نوشته شده تا بعداً باعث میشه خیلی سنگین باشه، چون زبان برنامه‌نویسی جاوا اکثرا برای برنامه‌های سنگین و رنگین و در مقابل این ما بدراکو داریم که مولتی پلتفرم یعنی تو همه پلتفرم ها میتونید بازی کنید یا اکانتاتون رو به هم لینک کنید. مثلا اکانت توی پلی‌استیشنتون رو به اکانت روی کامپیوتر و اون رو به اکانت موبایلتون انتقال بدید. البته من میدونم که شما یه موبایل دارید و خبری از دوتای دیگه نیست. و نکته بعدی تفاوت باس‌های بازیه. باس‌ها توی بدراک بسیار سخت‌تر و چالشی‌ترن. واقعا اگه چالش جدیدی میخواید حتما بدراک رو تجربه کنید. حتی اندر دراگون هم میتونه بیشتر اذیتتون کنه. من danışım nihayet bu muhabbet alemi çoxsuna vermiş qəmi mən də əzab çəkmişəm çox istirab çəkmişəm kim gəlibdi xoş. از اینها که بگذریم وارد بخش مارکت میشیم که توی ماینکرافت بدراک داریمش. میتونید یک مقدار پول بریزید، ماین کوین که کوین های این اپ هست رو بگیرید، مثل کوین های فورتنایت یا کال آف دیوتی موبایل، و با این کوین ها مپ بخرید، اسکین بخرید، ماتپک بخرید. و اینکه ماتپکاش به شدت خلاقانه است، چون که دست و بال دیولپرها بسته نیست، برعکس ماینکرافت جاوا که دست مادسازا یکم محدودتره نسبتا. حالا متوجه شدید که چرا میگفتم ماینکرافت بدراک میتونه گزینه بهتری از ماینکرافت جاوا باشه. این در واقع یک جور میشه گفت کلیشه است که توی مغز ماینکرافت پلیرها گیر کرده که جاوا نسخه بهتریه. حالا چون که اولین نسخه‌ای بوده که از ماینکرافت عرضه شده دلیل نمیشه که بهترین نسخه باشه و الان میبینیم که ماینکرافت بدراک FPS بیشتری میده و امکانات بیشتری هم داره. حتی خود شرکت موجانگ هم همایش هایی که برگزار میکنه مثل ماینکان توی ماینکرافت بدراک هن که پلیرها جوین میشن به سرورها و وارد مراسم میشن. حالا چرا؟ چون که دوباره هم تکرار میکنم دست دیولپرها اینجا خیلی بازتره و میتونن سرورها رو خیلی خیلی خلاقانه تر اجرا کنن. مشکلی اگه داشت ویدیو، ما انتقاد پذیر نیستیم، نگو، چون ویدیوی من پرفکته، هیچ مشکلی نداره، منم اصلا انتقاد پذیر نیستم. بس کامنت نذار، لایک نکن، ولی سابسکرایب کن، نامردی نکن و اون دکمه سابسکرایب رو بزن تا من ویدیوهای بیشتر بذارم و هر ویدیویی دوست داشتی رو کامنت کن، چون توی ویدیوی بعدی اسمت رو میخونم و میگم که دوستت دارم. حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم.